اومدید اینجا ورزش فقط اینجا و وحشتناک. من از ارتفاع میترسم. خدا رحم کنه. محلی اصل محلی نون محلی و پنیر محلی کامل ارگانیک. بعد از اون از اصفهان حرکت کردیم و رسیدیم به قم که بعد از قم هم بریم شمال. متاسفانه اینجا مریض شدیم و تا شب تو بیمارستان بودیم و آخر شب حرکت کردیم رفتیم به سوی شمال. تو اوج خستگی تا وقتی که رسیدیم به خونه همه خوابیدیم و یه چرت مشتی زدیم که صبح بشه. تو آبن؟ بچه ها دوستمو مهراج رو پیدا کردم. خب بعد از اونم حرکت کردیم رفتیم به سمت لایجان. خیلی فاصله دوری نداشت. بریم ببینیم این کوه چی داره. بچه‌ها چطوره؟ امروز داریم آبشار لایجان. آبشار دیگه، آبشار باید چیز خاص بگیم نیست که بخوام در مورد صحبت کنم. میریم بالای پلا. من اگه بکشم بریم بالای پلا ولی باید بریم دیگه. پس ما باشید تا بریم. بچه‌ها پیشنهاد میکنم اینجا اومدین از همینجا خودتون رو بندازین توی آب. تضمینی بچه‌ها حال میکنید. بگا اینم راه میان با. از اینجا خودتون رو پرت کنین. تضمینی خوش میگذره. ها بچه‌ها من که کاملا انرژی دارم برای ادامه راه. همش یه ذره راه مونده بچه ها. داریم تمومش میکنیم. آقا دیگه نمیکشم برای ادامه راه. پیشنهاد میکنم روزی یه بار اینجا بیاین حله. بچه‌ها روزی یه بار از اینجا بریم بالا پایین رسما 2 کیلو کم کنیم. اومدید اینجا ورزش فقط اینجا و وحشتناک. من از ارتفاع میترسم. خدا رحم کنه. خبری نیست من نمیام. میری فیلم بگیری؟ بیا. آره سینا یکم دیگه مونده. میخوام خیلی خوب نخور فقط بگیرش. یکم آبم بخورم بعد برم. دوستان عزیز گوشی سینا افتاد دستم. نه اوی خودش که نشست استراحت کرد الان میخواد منو بدبخت کنه. اوی ولی خیلی بالا خوبه. ببینید سینا اصلا دوستتون نداره. اگه داشت الان میمد بالا. ببین من چقدر دوستتون دارم که این همه را اومدم بالا واسه شما فیلم میگیرم. چقدر خوبه. ده خیلی قشنگیه. سینا هم که اون پایین موند. بریم بالاتر. انگار دیوار چینه. من واقعا خسته شدم. میخوام بشینم. نگاه من تنهایی فرستادم کجا؟ خجالت نمیکشم. وای ماه اونجا خوبه. این ماهه باله. تنهایی باید این هم مسیر رو برگردم. خجالت نمیکشم. هیچ کدومشون نیومدن. بزن بریم. اینجا چیزی نیست هم زد.
مردم زنده برگشتم مثلا هیچ که با خبر نمیشه. ببین پله اینجاست ولی یه کرمی بهم میگه از اینجا برم ببینم تهش به کجا میرسه. از اینجا که تنهام هیچ که به دادم نمیرسه ترجیحاً از این ور میرم. ای خدا بالاخره دارم نزدیک میشم به بالای بالا. اینجا رو بهتون نشون بدم خیلی خوبه. به پایینه بس ببینم نیفتم یه وقتی. نگاه اینجا یه ماری چیزی میشم بزنه تمومه. بالاتر بریم بالاتر چه خبره. چه عجب بالاخره یکی پیدا شد سراغ من بگه بله بیا بابا دیگه آخراشه. خب چیزی نمونده دیگه. یکم تندتر برم فوقش بالا استراحت. اینجا تلکابین داره ولی فکر نمی‌کنم فعال باشه چون هیچکی رو ندیدم. نگاه اینجا تلکابینه تا برسه به اون پایین. چقدر خوشگله. خب دیگه اینجا هم تهشه. وای خیلی خوبه اینجا رو. چقدر خوبه. عجب ویو خوبی داره. خونه های اینا رو خونه های ما رو چه خوشگل. وای اینجا رو اینجا هم پارکه اون پایین. خونه نیست ببینین این که اینجا داریم میبینین همش فست فودی و رستوران و اینجور چیزاست. چیزای باحالیه. اینم دریاچه است و خوشگله. از خودتون لذت ببرین به خاطر شما. ببینید تا کجا. وای تلکابین درست اونجاست. نگاه حتی فعالم هست. میگم چرا اینجا فعال نیست. بالاخره دارم نزدیک به سینا میشم. خیلی خسته کننده است. ببینید پله‌هاش خیلی شیب داره. اصلا باز رسیدیم به همینجا دیگه نزدیک های سینا. اون که راحت نشست استراحت کرد منو مینداخت جلو. هم دست کن بده واسه دوربین پسرتون. خودش نشست استراحت کرد دوربینشو داد به من. میبینی؟ خسته نشیه وقتی آقا اصلا تکون نده به خودت. میبینی خجالت هم نمیکشه. گوه خوردم ناموشن گوه خوردم. 2 تا پله؟ 2 تا اینا 1 2. آره یک سینا تا اینجاست. دوش هم که از اونجا تا به بالا. خجالت هم نمیکشه. من دیگه نمیکشم. آقا منو بذارین همینجا. مثلا پسره بعد منو ببین خجالت نمیکشه. من دارم نگاه چه جای خوبی. وای سینا تلکابین اینجا نبود. تلکابین اون یکی بود. خب دیگه سینا ولش کنی. یه با من برگردین اصلا. اون یه چرت و پرت میگه. ببینید به عنوان یه دختر که از اونم ضعیف‌ترم ببینید چقدر خوب دارم میرم. ولی اون خجالت نمیکشه. زودم خسته شد. وای اینجا کلا محل عاشقاست. میان 2 نفر میشینن. منم بهر تماشای اینا. هی خدا. وای اینم اینقدر جفت نشسته بودن به شاس من ها. میبینی هی دنیا. من باید واسه سینا فیلم بگیرم. ملت هم میان اینجا به پیش عشقاشون. ای خدا. وای اینم خورشید. وای اینجا خورشید اونور ماه بود بهتون نشون دادم. دیدین که ایشون که اصلا تکون نخورد نیومد. خجالت نمیکشه. اون که دوربین مال اونا. من مریض و گیر آوردن میکشوننمون بالا. من بهتر فیلم میگیرم یا
اون قسمتی که من فیلم گرفتم ببینید چقدر باتون صحبت کرد. فیلم کنگ آقا من خستمه، با کی بیام صحبت کنم؟ من الان برو بابا من یه رفتم بالا یه برگشت. من الان جون ندارم دوربین رو بگیرم. میگی من حرف نمیزنم. بچه‌ها خدا شاده تو کامنت ها بنویسید، یعنی اگه من حرف نمیزنم که کلا جمع میکنم میرم از یوتیوب. بای بای وای 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 افتادیم. الان به خاطر زهرا 2 ساعت باهاتون حرف. خب من چه کار کنم؟ هنوز کلی پله مونده. اینکه من دارم ته میکشم از این همه خستگی. میترسم کپی رایت بخورم اگه آهنگ بخورم. چه ربطی داشت؟ چی میگه منو این همه خستگی محاله محاله محاله. قشنگ اینجا آب میزنه بیرون، آب سمی. بوی خیلی جالبی هم نمیده یه آبه. نه اینکه میگم والا میگن که دست نباید بزنیم. حرف نمیزنم، فقط صدای آب داشته باشه. البته کسایی که خسته میشن از این منظره، اینجا میبینین اینجا مثل سرسرن. خب شما اینجا بشینید راحت لیز میخورید میرید چی تا پایین. حالا نهایت یه سری و یه دست و گردنی میشکنه که انشالله خوب میشه. نهایتش میرید تو کلا میرید دیگه. فکر کنم خدا رحم. بعد به ما میگن خسته. اینجا این همه جوون میان و میرن دارن پیر میشن. راستی قبل از اینکه اینجا بیان یادتون باشه همیشه یه بمبمی بزنید و بعد حرکت کنید. نگاه کنید، چون هر طور فکر میکنید که داریم میرسید به مقصد، اصلا نمیرسید به مقصد. حتی اینم خسته شده. میبینیم بعد به من میگه خسته شده، نمیدونه چه کار بکنه. بهشون پیشنهاد دادم اینجا سرسرن، میتونن برن بشینن لیز بخورن تا پایین. پاره چی؟ من میگم در نهایتش دست و گردنی میشکنه، اتفاق خاصی نمیفته. آره با هیچ اتفاق کوچیکی نمیخوره، فقط حالا مثلا یه نه اینکه من دیگه به گوه خوردن افتادم، بخوام یه همچین جایی بیام. رسما غلط کردم. حالا این گرفتن من خوبه یا اینه؟ نه خیلی هم من خوبه. این شکلات میبینیم پایین شد لواشه که ببخشید الان داره میاد بالا. لواشه که دهنتون آب بیفته. خسته شد. قبول کن خسته شدی. خسته شدی. سرگی شمال خستگیه. کاملا اینطوره. بیا لواشه که بگی. خیلی سنگینی میکنه. دارم دست ننم تو میگی لواشه. ملت اینجا میان جفت میشینن، ما ببین با کی میگن. دلت هم بخواد. چشمک بزنم یعنی؟ میگن چشماتو تکون بده اون ورا نگاه. اوکی. الان بچه‌ها زهرا داره یادم میره چطوری مخ بزنم. میگه اول سمت چپ رو ببین، بعدن اینطوری کن. اینطوری. چشمک بزن، شاید بهت پا بدن. الان من چیکار کنم؟ الان داره عده اونایی در میاره که اصلا بلد نیستم. خب راستی اگه من یه سینگل بگو، یه عقاب همیشه تنهاست. نه ببخشید یه لک همیشه تنهاست. ولی خب نمیدونم چطوری هنوز. میدونی لک‌لک‌ها وقتی به سن لک‌لک‌ها وقتی به سن قانونی میرسن خودشون تنهایی پرواز میکنن. میدونستی؟ اینم به دانستنی اضافه کنیم. مشخص بود. بچه اگه مخزد خدا وکیلی نفری 100 تومن میدم، شماره کارتتون بدین. من مخ میزنم به تو بدم 1000 تا 100,000 تومن میشه چقدر؟ نه 10 میلیون یا میشه 10 میلیون یا 10 میلیون با خبری. اوکی 10 میلیون من نفری 100,000 تومن میدم. حله. زرا برو مخ بزن. من مخ بزنم. دختر میخوام مخ دختر بزنم. بکنم
آخر رو بزنم تو زایه. بعد بشی گرفرندش. خب اوضاع خیلی میشه بچه‌ها. خیلی فکر نکنید به این موضوع. این داره میاد بالا نگاه. نگید نگفتم. یی. زهرا میخواد بره مخ سگه رو بزنه. Fuck you bitch. همینم بهت پا نداد. دید ولت کرد. وای! سگم بهش پا نداد. میخوای مخ بزنیم به من؟ سگم بهش پا نداد. میبینی که من اینجام. خیلی شبیه. بچه‌ها فعلا من فیلم از زهرا صحیح گرفتم. خودتون توی کامنت ها بنویسید شبیه که. دیگه اینجا تفاوت ها رو احساس می‌کنید. بیا نگاه که به من پا داد. جفت خودت. خیلی هم دلت بخواد سگ وفا داره. سگ وفا داره. بیا دیدی رفت کنم. خوبی؟ به نظرت به خاطر لواشه که اومده سمت من؟ فکر نکنم. داره شب میشه بچه‌ها و اینکه از پشت سر این داره نگاه میکنه. نمیتونم صحبت کنم با توی کامنت ها باتون بیشتر صحبت میکنم. خب بچه‌ها داره هوا تاریک میشه و اینکه خوبه اینجا خیلی اومدن و خیلی چیزی برای گفتن نیست. ولی خب شما رو بندی میکنم اون داستانی که بهتون گفتم. خودتون بگید کدومشو قبول دارید. بریم ببینیم کجا میخوایم بریم بعد از این.